خنی اصلی مایی است که شورای عالی سراسری تاجیک‌های افغانستان باید ایجاد شود. امروز که باید به این تالار می آمد از ارگون، از نورستان، از قندهار، از هلمند، از پکتیکا، غزنی، لوگر، جاهایی که فکر میکنید کمیونیته های فارسی زبان ها و تاجیکان از تلفن آمده که چرا ما را فراموش میکنید؟ فقط شما بدخشانی ها و پروان کاپیسا تاجیک هستید، ما هم هستیم برادر. ما کجا هستیم؟ ما باید اونها را شناساییم. من از خواهشم از شما این است تک به تک کشان در هر گوشه افغانستان از پیدا بکنه. این برای تعدی به حق هیچ قومی نیست، برای حمایت از مظلوم ترین آدم هایی است که در جاهای مختلف افتادن و جرأت ندارن و مجال پیدا نکردن صدایشان به عنوان یک انسان بلند کنن و حتی از هویت خودشان گپ بزنن. در سراسر قریه ها باید این ایجاد بکن، در سراسر محلات باید ایجاد بکن. ما خیلی بانک ها داریم، بعضی بانک ها تغییر کرد، بعضی نام ها تغییر کرد، نام برخی ولایات تغییر کرد. شما در کل افغانستان همه تاجیک سرمایه‌دار هم هست خیلیتان، یک تاجیک بانک جور کرده نمیتونن که دو تا محصل بگیرن کمکش بکنن. چرا میشریم؟ چرا خجالت میکشیم که اینا رو بگیم؟ ای وحدت ملی، وحدت ملی درو. کدام وحدت ملی؟ اینا رو مطرح بکنید، نترسید. این ملت بسیار درخشانه در تاریخ است. این قومی که سراسر دنیا ما با مولوی افتخار میکنه. در سالهای پسین پرتیراژترین کتاب مولانای بلخی بوده. آوازخوانای معروف غربی شعرهایش میخوانند. یک اسطوره بزرگ فرهنگی است. شما متعلق به فرهنگی است که امروز شعر بر دروازه سازمان ملل نوشته است، نه شعر انگلیسی با ادبیاتش، نه شعر عرب با ادبیاتش، نه زبان درخشان فرانسوی که به لحاظ ادبی زبان غنی و زبان ادبی اروپا هست، ولی شعر سعدی اونجا نوشته است بنی آدم اعضای یکدیگر. شما متعلق به این فرهنگ هستین. شرمش در کجاست که نمیگید ما تاجیک هستیم؟ بسیار سالها این آدما که میگن آدمای سیونیسکو نام سال به نام اینا میگذارن. من آنم که در پای خوکان نریزم مری قیمت دور لفظی دری را. امیدوارم بحث‌های ما روشن باشه درباره دولت، درباره اپوزیسیون، درباره تاجیکان، درباره عدالت قومی. سوء تفاهم ایجاد نشه. این بی‌حرمتی به هیچ قومی نیست. من یک آدم نسبتا باسواد است. مولانا خواندیم، سعدی خواندیم، حافظ خواندیم، عرفان اسلامی را خوب میشناسم، عواطف این اسلام میشناسم. من مو به مو زندگی و عمل مولانای بلخی را میفهمم که چی میگفت. عرفای بزرگ ما چی میگفت؟ ابن عربی میگه که در قلب من اینقدر عشق پر است که جایی برای کینه وجود نداره. من نمیتونم به کسی کینه بورزم. من از باب کینه ورزی نمیگم، از باب عشق به انسان ها میگم. چرا یک مردم در مظلومیت زندگی بکنه و همیشه در حالت کینه و جنگ نبرد با بقیه باشه؟ این زمان به مهر تبدیل میشه که عدالت تأمین بشه. با ظلم عشق و مهر و محبت و دوستی و درستی با وجود نمیاد. امیدوار هستم بحث‌های اساسی ما گفته باشه، چیزی نمانده باشه. در فرصت‌های دیگر، در کنفرانس‌های دیگر بهش خواهیم پرداخت. صحبت‌های من متوجه هیچ کسی نیست. مسئولیت‌ها فردی است. خوشحال هستم شما حضور دارید، اما به خدا قسم است شما هم نباشین، تنها بمانم. راه هم همین است که الان اعلام کردم.
برای سربلندی همه مردم و برای این قوم مبارزه خواهم کرد. هر کی هر چی میخواد بگه، ستمی، تجزیه طلب، ضد وحدت ملی، ماجراجو، هر چی میگم بگه، اینها کوچکترین تأثیر در اراده من نداره. مشکلات هم میدانم، خطراتش هم میفهمم. همون قدر که شاید خیلی دشمنای طرحهای من مرا با خطر مواجه بکنن، شاید بعضی دوستای من که متوجه بحثای من نیستن یا خوب نمیدانن بحثای مرا یا به هر حال ناراحتن یا اثر بغض میگن، اینا هم برای من خطر است. اما خدا شاهد است نمیترسم. بادیگاردم ندارم، عسکرم نمیبرم، بعد از این دلسرکان پیاده خواهم بود. خدا ما را حفظ بکنه. مشکلات کلش میدانم. پس سخن حافظ بزرگ، اما در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها می کند خار مغیلان، غم مخور. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر زیاد از همه، از اصحاب رسانه ها، از نیروهای امنیتی، از برادرای عزیز و جوانایی که هم پسرها هم دخترها برای تنظیم این گرد همایی تدارک دیدند، دوستانی که آمدن زحمت کشیدن از راههای دور، از ولسوالی ها، از قریه های دوردست، یک دنیا سپاسگزار. انشاءالله کار عملی خود شروع میکنیم. این شورای سراسری تاجیک‌ها را میسازیم، بعد برنامه‌های عملی و کارهای دیگری که در فکر من. از همه شما سپاسگزار است. تشکر زیاد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.